اکرم بی هممون در داخل یک دروغ بزرگ قرار داریم. این ندیرتون زهرا کو هممون رو فریب کرده است، از همه زیاد شما رو. تو چی گفته ایستاده ای؟ این من چه گفته ایستادم؟ عشق اینها، ازدواج اینها، همه چیز اینها دروغ است میگویم. همش همه چیز اینها ساخته بوده. نمیدونم قسم میخورم. دامولازیا فاتحه شده ساخته زهرا بوده است. چی میگویی تو؟ زهرا، دامولازیا، گفته های این زن راست است؟ نه بابا جان این خیلی نیست. این زن دروغ گفته ایستاده است. من هم نفهمیدم بابا جان چی میگوید. این سفسطه است، سفسطه. ما هم دیگرمان رو دوست میداریم. بله آقا، یک دیگرمان را دوست میداریم. حتی روزی نکاح رو در 3 روز معلوم کرده بعد آینه دور میشویم. همین خیلی نیست زیا جان؟ بله آقا، ما در دوام 3 روز نکاح کرده بعد آینه دور میشویم. این را به شما گفتنی بودیم، خواستیم سورپرایز کنیم. تو چی این قدر زنی دروغگوی هستی ها؟ چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ این چی خیلی تهمت ناشدنی است؟ ای آقای اکرم این خیلی نگویید. شما مرا هیچ نشناختید مگر من دروغ میگویم. دروغگوی اصلی این نبیره شما و داماد ساخته شماست. یعنی اینها همه ما را آشکارا فریب کردن. خدا را شکر که در دستم دلیل دارم. آن چیست؟ این چیست؟ حالا این را گوش کردن که دروغگو بوده است و که راستگو همه‌اش را میفهمید. این چیست؟ اما این خیلی نبود. نه این نبود. در حقیقت این نبود. اما چی؟ تو مرا احمق گمان میکنی ها؟ این چی سفسطه است ها؟ التماس با من باور کنید. با گوشهایم شنیدم. این خیلی چیز نبود. قسم میخورم. زهرا با دامولازیا ازدواج ساخته برپا کردنش رو گفته ایستاده بود. با گوشهایم شنیدم. بس کن. خاموش شو. چرا اینقدر دروغ گفته ایستاده ای؟ پدر جان التماس مرا گوش کن. مرا پدر نگو. نبیره یگانه‌تان با آن دامادی دوست داشته ای آینده‌تان بسیار بخشش شو، اما شما رو احمق کرده ایستادن. احمق. بس کن. تو شرم نداشته دروغ میگویی ها؟ به خدا گپ ندارم. دیگر گپ نزن. زهرا بیا برای تو تیاری میبینیم. ملیس دیوانه شدی؟ چیکار کرده ایستاده ای ملیس؟ آی چی شده است مادر؟ زهرا لطفاً کنیسلین برخیز. ملیس سفسطه نگو. شما مگر دیوانه شدید؟ ملیس تو چیکار کرده ایستاده ای ملیس؟ مادر چی شده است؟ بیا زهرا.
باورم نمیآید دیوانه میشوم دیوانه چونکه با تو درباره یک مسئله مهم گپ زدن میخواهم. مسئله مهم؟ درباره چی؟ درباره ازدواج ساخته‌ای که با دامل و زیا میکنی. درباره ازدواج ساخته‌ای که با دامل و زیا میکنی. مادر جون بیاین التماس بیاین. ای نلی سرده مرا سرده یعنی سمی بیا بیرقصیم. با فکرت از عهده‌اش میبر اومده باشه بریسیون. با شما باورم نمیآید همتون ساده هستید ساده. ها آدمی با عقل اینجا تو هستی ها؟ ای باطنی تو فساد است. اینها در دوام 3 روز آیله دار میشن. حالا هم آنها را تهمت میکنی. ای شرم داره. خانم زهرا در 3 روز چخیل آیله دار میشویم. کمتر با منطقانه فکر کنید. آخر این کار چخیل میشود. چی کار کنم دامل زیا؟ یعنگم همه چیز را فهمیده است نمیبینی مگر مجبور شدم. از کجا فهمیده باشد آخر؟ من از کجا دونم؟ برقص خدایا توبه. انا دیدید فرزندانم همه به خرسندی شما حسد میبرند. بله 3 روز بعد آیله دار میشوید. اکنون هیچ اهمیتی ندارد. قطعا یگان کمبودی نمیخواهم. فهمیدید؟ فهمیدیم بابا جان. البته آقا البته. عالی جناب مرحمت کن. برقصیدن میشود. مرحمت. من به نماز میروم. باز طهارتم نشکند. خدا از شما راضی باشد. از شما مرحمت. نه آقا از شما گذارید. خانم زهرا مگر چیکار کردنتان را میدونید؟ داملو چند بار با شما گویم مجبور شدم آخر. مجبور نیستیم خانم. تورین این واقعی ساخته بودن ازدواج را اثبات کردن نتوانست. یعنی سراسیمه شدنمان لازم است مگر؟ داملو چه خیلی سراسیمه شدن لازم نیست. با بابایم در داخل 3 روز وعده دادیم آخر. گفتم نه شما گفتید آخر. یا خدا داملو شما کمتر پیش به بابایم مالش گفتگی نبودید مگر؟ گفتم اما یعنی برای به شما کمک کردن گفتم. گوش کنید این واقعی آیله داری بسیار ناگهانی شد. من در حقیقت به ازدواج کردن تیار نیستم آخر. این چه خیلی گپ تیار نیستم آخر ما ازدواج نمیکرده ایم داملو. از بین رود آخر. از بین رود؟ خانم زهرا گوش کنید آخر. داملو هر دفعه به من نگوید که خانم زهرا گوش کنید. گوش نمیکنم. گوش کردن هم نمیخوام. شما ما را گوش کنید. فهمیدید؟ مرحمت گوش میکنم خانم. حالا این گپی دیگر مسئله رو درست نمیکنیم. حالا چی کار کردنمو لازم است رو قرار میدهیم. چی کار میکنیم؟ نفهمیدم. داملا گوش کنید. مادامی که ازدواج ما ساخته برپا می شود پس نباشد ما یک کارمند نگاهی ساخته میابیم. من در حقیقت شما را در حالت ناگزار مانده نمیخواهم. این کارو به ذمه من گذارید. تمام من حل میکنم. خدا که بسیار راحت کردم. دیدی مرا بسیار آرام کردید. نمیارزد. خواهش میکنم. فقط شما دنبالش ساخته میشوید.
داملای ساخته؟ بله بابایم بعد از نکاح رسمی انیق نکاح دینی میخواهد. خانم زهرا یعنی من داملای ساخته شده نمیتوانم. من به این خیل کارها سر و کار ندارم. ای من با نکاح ساخته کننده بسیار سر و کار میگیرم اما یگان راهشو مییابم. نمیشود خانم زهرا نمیشود. چه خیلی داملای ساخته؟ من آخر یک شخصی صاحب احترام و ابرومند دینی هستم. یعنی این چه خیلی میشود؟ دامولا شمایید. اگر وظیفه ها را تقسیم کنیم داملای ساخته رو باید شما بیابید. فهمیدید؟ ой باورم نمیآید. باورم نمیآید. این فلش کارت رو کی عوض کرده باشد؟ چی نگاه داری میلیس؟ با من باور نداری ها؟ مادر آخر موسیقی رقصی صدا داد. ممکن زهرا عوض کرده است. ممکن آن موسیقی را زهرا گذاشته است. اوه کاشان فلش کارت رو یک ثانیه از دستم دور نمیساختم. این سری به عقل من این رو به نظر نگرفت. کار نکرد. این دفعه یعنی کلای من کار نکرد. بلازم. اوف مادر چی گفته ایستاده ای؟ میلیس گوش کن عزیزم. با گوشهایم شنیدم. با گوشهایم این ازدواج ساخته است. ساخته. مادر جان مگر خواب ندیده باشید؟ میلیس چی خیلی خوب. چی خیلی خوب. هی مرا دیوانه میکنی. اما دیر یا زود آشکار میشود. میبینید چی خیلی که نباشد آشکار میشود. ها زهرا جان این داملازیو رفت درباره نکاح گپ زدیم. راستی قدر بر وقت اویلادار شدنتون رو نمیدونستم. حیران شدم گویم خطا نمیکنم. از پشت طولین آخر من نفهمیدم. آخر ازدواج ساخته برپا کردن ما رو با او کی گفته است؟ اون ثبت آوازش چی بود؟ اون موسیقی که ما رقص کردیم؟ نفهمیدنت بسیار خوب است. گوش کن. شخصی که با او باید ازدواج ساخته برپا میکردم شخصی بسیار باورینک می بود. شخصی می بود که با من کار نمیگرفت. زیاد باشد همچون یک داملای مسجد. اما این واسطه بود و بس. بله گپایی که در ماشین امکی فروخ گپ زده بودیم و تنها تو و من در ماشین امکی فروخ جهازی ثبت کنی بوده است. خانم طولین گذاشته است برای اونی که گویا او رو فیره میکرده است. یعنی برای دستگیر کردنش. اما ما را دستگیر کرد. باورم نمیآید. خوب که این رو پای برده هرچی زودتر مداخله کردم. زهرا جان این رو گرفته نابود کن. اگر به دست یگان کسی دیگر رفته بسیار خطرناک میشد. دیگر حتی من تو رو نجات دادن نمیتوانم. سمی در حقیقت تشکر زیاد درستی حیات ما رو تو نجات دادی. طولین این رو با بابایم میگذاشت چی میشد؟ من هیچ تصور کردن نمیتوانم. تنها برای تو. تشکر زیاد. امروز حیاتت رو نجات دادم. پگاه عاشقی حقیقیت میشوم. کمان داملازی همسری ساختد اما من همسری حقیقیت میشوم. زهرا جان من به حجرم برایم. مایل زهرا جان برو از پیکار چیز. یک نسخه اش در بند ماند برای روزهای سختی. شوکت با این تقاضای حیات را بینه. یک وقت ها دوست حالا باشد امامی ساخته. از راستی اویله دار می شومی. کیلر جان آوازو دیگه شده یا گوشوی مهمتری صدا دارسته؟ از هیجان ازدواج البته آواز دیگر می شود. انا دیدی برکتی نکاح دیگه آوازو گیزله شده. انا ینگه زهرا به تو عاشق شده اویله دار می شود. بعد از 10 سال کمانده ریال کلتکلس می شود. تو چی سفسطه میگویی؟ این کار با زهرا نمی شود. جنیفر لوپس به من عاشق می شود اما زهرا به من عاشق نمی شود. اوه جنیفر لوپس میگی؟ او عروسی برید پیت نبود. اومده گنده مقل بودو خوص پید نکرم اکو برید پیت گرفته کش چیکار کنیم؟ ای برادر تو چرا فکر میکنی؟ من نفهمیدم. داملازیو من هم شما رو میجستم. هجری قسمی آغازش را میگذاریم تو راست سوالت را پرس. سوالت را نمیپرسی؟ نه داملو من به شما سوال ندارم. خدای توبه. بله داملو. شوکت آن چی من شنیدم تو هم شنیدی؟ برادر با فکر من بچه و قصاق نیست قصشق شروع ببزن. هجری تو حالا در حقیقت از من سوال نمیپرسی؟ نمیپرسم. پسرم تو خوب هستی؟ خدا را شکر من خیلی خوبم. شما خوب هستید داملو؟ خوبیم و
یعنی یگان در نداری ها؟ نه من خیلی خوبم خدا رو شکر. تنها بلندگویک ویران شده است. بلندگویک؟ دومولو بلندگویکی محله ویران شده است. آواز هم نمیبرد و من زود نزد شما آمدم. به خدا در اینجا یگان چیزی ساز نبوده است. عقلم را گم میکنم. این چه خیلی مکانی مشکلی دار بوده است؟ مالا چجوری من از نظر میگذرانم. دومولو یگان استوچ زنیم. چی میگویید؟ چه خیلی استا پسرم. دوستیم رو یک جا میکنیم میشود ساز. حال بکنیم. منم میرم بوتوق نزند بمری. نباشد من اسباب رو گرفته میایم. میلش. خوب بیا. میلش. تو بست. عجیب این دفعه سوال نپرسیده رفت. بسیار عجیب. گفتم که ساق نیست. بلا لزاره ساقی می بیاره پر کنه همه جامم کفست. خیر یک بار بیاید دست ها با بالا گوی و مردم برقص درآیند. هی گله شوکت های پسر تو چیکار کردی صدای آخر؟ برادر میکروفون دیدم کیف حافظی من بخونم که از صدرزین زورتر میخونم چل صدایی بار. شوکت در حقیقت بعضن از حد زیاد سفسطه میگویی. ای خدایا توبه. آخر خودمون یک دنیا کار داریم. جای آوازش ساز است که این چک داشته باشد. این نفهمیدمش. تو چرا فهمیده بودی برادر؟ یک دو سه. دختر رو بینه در موضوع نکاح برای دامولای ساخته شدن مرا مجبور کرده. خدایا توبه. ای برادر به همه در تزریق شدی. تو نتونی من خودم نکاحتون میکنم. این پرابلم نیست. شوکت من از کجا دامولا میابم؟ برادرش هرچی زودتر یک دامولای آسان در کار است. اینجا چی گپ است؟ دامولا زیاست. مهمونان گرامی همه شما رو باید توی خانه خوش آمدید میگویم. یک دو سه. با فکرم دامولا زیا بلندگویک رو تعمیر کرده است. بله اگه خلیل. نشد برادر نشد. ای خدایا توبه. برادر همه نکوی خودت کنی نمیشه با این چه خیلی گپه؟ شوکت تو بسیار گپ نزن. هرچی زودتر یکون کس رو یافتن ما شرط است. تو یکون شناس نداری؟ یک جوره دامولا دارم اخی همون بود توی اوف از دهان زهرا هم چرا 3 روز برآمده. راستی من خودم هم گرم شدم. چرا زهرا چنین گفت؟ ینگه ما یته او در گرم نیست بخیر. این چی کار کرده ایستاد است؟ حالا همه محله ازدواج ساخته رو میفهمد. ای برادر بسیار بوی من نکنم. میبینیم تا یکون کس اخی. شوکت هر چیز زودتر باید یگون کس را یابیم. مرا گوش کن. یک کس را میابیم اما یگون کسی که با ترتیب باشد. فهمیدی؟ هیچ نباشد یک فاتحه همین یک کلفا خوانده تواند. ای برادر تو هم بسیار گفتی. یعنی که بوده اخی ساخته؟ مانده نباشید. بده هجری بده. دامولو دیگر لازم نیست. تعمیر کردید کو؟ چی رو تعمیر کردیم؟ دامولو آواز میرود. گپ‌هایتان رو تمامی محله شنیدن. استاد آوازتون کمی تغییر یافته است. آواز دیگه ممکن است که خیلی خاموش. سلام علیکم مردمی محله. به همه روزی خوش خواهانم. من هجری هستم. جماعت عزیز ساکنان محترم محله، چون بلندگویک را تعمیر کردیم این را اعلان کردن خواستیم که نکاح با خانم زهرا برپا میکنیم. تمام اهل محله را دعوت کردنی هستیم با محبتی بی پایان. کدی بینیم دامولا رو بین. عشقش رو به همه اعلان کرد. به خدا قندش رو زند. شوکت عجبا این مسئله رو فهمیده باشند؟ نه اگر میفهمیدن هجری بای ما میگفت. از هجری میفهمیدیم؟ اوه با هجری اگر 1000 سال گپ زد از او هیچ چیز نمیفهمی. چطوری؟ پسری عجایب است. یعنی اگر مرا در اینجا در کیف و صفا بیند آمده سوالش را پرسیده پروایی ندارد. مهم که سوالش را پرسد. این شاگردم رنگ خود آوازو شالیش کرده. بله. دامولا چشم نرسد از دستتان تعمیری خوب همه اومده است. بله می آید. روزهای خوش. روزی خوش. روز بخیر. نه اینها هیچ چیز را نفهمیدند. نموندی که همینجا یه حافظی کنم. خیلی من میرم کار دارم. تو در روز بخیر. کجا میروی؟ کار دارم میگم. تو چی کار داری؟ کدام وقتی که کار دارم گفته گم شوی؟
تا سحر خوابم نمیبرد. سری مرا در بلال نگذار شوکت. ای برادر یا چی وایما کردیده؟ یا جورا دارم در بازار توچکا دارد. سومکا پونکا میفروشه. بچه‌اش کسل شده. بجای همون برام یک دست کار کنم. رو شوکت رو. ای از سحر باز امام ساخته لازم است. امام لازم است گفته ایستادم. هیچ پروایی نداری. کلاس من این کار حل کردم. یا جورا دارم کنتوی بسیار زوره. گفتم حل میکنه ای تو پرو نکن. اوه این ینگای زورو است که ایوا ای بچه ایش قبین تو میگی دختر مرا دوست نمیداره اومده ترا در خنکیش داره برای بله راست میگی. ای کنی زودتر گم شو. خمه پس کار میشم با ینگر خفه نکنی. سلام خانم زهرا. من هم شما را انتظار بودم در آخر برآمده اید. خیلی چیکار کنیم؟ معلوم این هم کاری ماست یعنی. شنیدم. سومکه بیو سومکه داریم سومکه های ارزون داریم اپا بیا سومکه های همین فرزانه خورشید شبنم سوره یا نگینم مقلا همش ایمه با نگویه که نفهمیدم سومکه بیو بازاری کاروان خیتای بازار همش ایمه سومکه میبرن سومکه های کاجینی نستایشی دارم حسنی چیله بلوبای هیله با عروض شد دج ایمه سومکه میخره سومکه بیو ارزونش کدیم مدنه دلار بتیم نه یورا با پول خود ما میشوه دعا هم تیم میشوه با خودو یکان تلیفون زورم باشه حلیش بکنیم سومکه بیو در میکنی با نگوی که سومکه را فروختی سومکه های ارزانی خوشروی اریگینال زلیخو دجه علب پوگچا و ایمه سومکه خریدگیه در این سومکه ها 10 کیلو کزمتیک را بار کنه تو بوتن نمیکنه گارانتیا داره یک تاش 1.5 سال گارانتیا داره بیا سومکه دا بیو اپا بیا سومکه نمیگیری سومکه را آخرش بان بیا سومکه دا بیو برادر مولی کجاست؟ سومکه دا بیو چیکار پای؟ برادر این نوعی دویم است؟ بیا سومکه تمام شد بیا اپا ما مالای نوعی دویم نمیفروشیم ای ما همش اریگینال ای تمام بازار گرد نگم خیلی مول نیست اگر حقیقی اش رو نمیدیدم باور میکردم ای نمیخری چی وقت نمیگیری؟ سومکه دا بیا دمولا من با بابایم گپ زدم آن خیلی مراسمی دبدبناک نمیشود تنها یک نگاهی ساده میشود و تمام به خدا که قلبم رو آرام کردیدی. چی میخندیدی؟ دیوانه شدید مگر؟ ای آخر وقتی که آوازت رو از بلنگویک شنیدم هم ترسیدم هم شخ شدم شما هم ماشالله قریب بود که ازدواج ساخته رو به همه محله اعلان میکردید نقصی تکنیکی گویم یعنی چیکار کنیم؟ تکرار نشود لطفاً چه نگاه دارید؟ کی؟ مرا نگاه داشته دومولو چرا شما را نگاه کنم؟ به شما همه خیلی نموده است. به من چنین نمود من با چشمان خودم دیدم به من نگاه داشتید. عجبا چرا دیدید خانم زهرا؟ مرا نگاه کردنتون رو از آنه که نگاه کردن مرا دیدید پس شما هم مرا نگاه داشتید یعنی تا نگاه نکنی نمیبینی؟ من نگاه شما را حس کرده به شما نگاه کردم دومولو کمی پیش به شما همین خیلی نمودار شده است گویم گفتید که با چشمانم دیدم حالا باشد حس کرده ایستادم میگوید این چه خیلی تضاد است. دومولو لطفا سفسطه نگویید شما هم درست کردید. کی من سفسطه گفته ایستادم؟ در اصل شما سفسطه میگویید خانم زهرا. هم گناهگارید هم گپ میزنید. گناهگار گفته چی را در نظر دارید؟ دومولو این کار نکنید آخر مرا نگاه کردید. اگر شما را نگاه کردن گناه باشد پس با شما ازدواج کردن جنایت است. از برای خدا چون حالا بر وقت است بیاید از این کار دست کشید. عزیزم ما در حقیقت ازدواج نمیکنیم ازدواج ساخته میکنیم. تسلی یگانم همین است آخر. تسلیت تو؟ بله. به من داد نزنید. من داد نزدم شما داد میزنید. یا خدا توبه. چرا مرا نگاه دارید؟ چرا نگاه میکردم به من نگاه کرده گفته نگاه کردم هم کسی که نگاه میکنه نمیبینه چی علاقه دارد؟ به من نگاه کردنتون را به شما نگاه نکرده دیدم این را فهمیدم بس بعد آواره شدیم من باید روم معلوم باید به نماز رسم تا بازدید خانم زهرا یک روی بفهم ایستا گفتم پلیس ایستا نگویه ایست نگویم ایستا بیایید
این طرف. اینجا بیا. های امانت در کجاست؟ امانت رو امانت کردم. آی تو امانتی کی را به که امانت میکنی ها؟ با من بازی نکن، سرت را جدا میکنم. نه اکا، مگر این خیلی میشود؟ نوآوردنی بودم، بعدم افتادم. پلیس از قفایم شدند، خلاص شوم گفتم. آی ابله بسیار گپ نزن، سمکه در کجاست؟ اکا من هم آخرین رو گفته ایستادم. از قفایم پلیس بود، من هم امانت رو آوردنی بودم. او را بپران. اکا در نزدیک سمکه فروش است، در سمکه فروش. چه سمکه فروش؟ آن سمکه فروش احمق کیست؟ نه اکا، وای سمکه فروشی نغز است. اون سمکه فروش های بزرگ هستند کو. بعد از پلیس اون افتاد، گفته در بین سمکه ها گذاشتن. آی تو چیکار کردی ها؟ سمکه رو در بازار پنهان کردی. آی در داخل آن سمکه الماسی چند میلیونه هست، تو میدانی مگر؟ اگر اون الماس ها رو نیابه تو رو نابود میکنم. کنی دوید رفته بیاره، زود باشه. خیر جماعتی محترم. استاد یک سوال دارم استاد. بپرس هجری. استاد پلیس هرات از موی هم باریک است میگویند، وقتی که از بالایش میگذرند نمیکند. یعنی هجری، یعنی اگر با وزن نهایت از بالایش گذری البته که میکند. چه خیل گفته دومولا؟ یعنی این خیل آقای ایرج، اگر با گناهانت با آن دنیا روی، یعنی آن رسمان هم حد خود را دارد. قوت نکرده کم درش ممکن است. چون کنه چی میشود هجری بای؟ چی میشود استاد؟ با پایان میافتی؟ خدا نگاه دارد استاد. خیر برای نفتیدن چکار کردن لازم است؟ انا برای نفتیدن در تمام حیاتمان بسیار کارهای ثواب کردنمان لازم است هجری بای، چون که ثواب ها انسان را سبک میکنند. با این طور از گناهانت خلاص میشوی. چون خلاص شدی از پلیس هرات با راحت میگذری، رسمان نمیکند. دومولا در کجا نوشته شده است؟ در کدام کتاب؟ یعنی ادبیات این کجاست؟ ای ایرج دومولا گفت کو دیگر در کجا نوشتنش رو چیکار میکنی؟ مگر این خیلی میشود که خلیل این گپ رو باری اول میشنوم. آقای ایرج، شما مگر به پلیس هرات باوری ندارید؟ چی علاقه دارد دومولا؟ البته باوری دارم، اما کندن پلیس رو در کجا نوشته شده است؟ مگر این خیلی میشود؟ کندن پلیس را در کجا دیده شده است هجری بای؟ به خدا استاد من پلیس هرات رو هیچ ندیدم. البته آن را دیده نمیتوانم هجری بای، آن را تنها پس از وفات کردن میبینیم. همین خیلی نه آقای ایرج؟ بله دومولا. از پلیس هرات با ثواب هایمان نمیگذریم مگر آقای ایرج؟ بله دومولا. من کمی پیش چی گفتم؟ استاد با ثواب گذشته می شود گفتید. بله دومولا همین خیلی گفتید. پس آقای ایرج چرا ناراضگی میکنید؟ خیر این خیلی باشد دومولا، من دیگر گپ ندارم. همین خیلی آقای ایرج، همین خیلی. مایلش دومولا. خیر خوش باشید. خدای خوش دومولا. خدا شما خدا روزی باشد استاد. قلبم خیلی آرام شد. او به همه سوال جواب دارد. سمکده بیو ارزون کردیم. سمکده بیو در نکنه. سمکده بیو. برادر گوش کنید. لبه اپا جان گوشم با شما گپ زن. این چند پول است؟ اپا مردک باری 100 سومونه برای شما 75 میدم. 75؟ چرا اینقدر گران است؟ کمی ارزون تر کنید. ای اپا جان چند سوم دیگه با ارزون کنم؟ 100 سوم بود 75 سومش کردم. این چرم اوریجینال اخی. ای مگر همه چرم حقیقی است؟ گویا که ما چرم را ندیده ایم، سنی است. دروغ نگوی. ای اپا چه خیلی دروغ؟ تو خیلی که من چرم میدونم چند نمود میشه در بازارش که نمیدونم. 3 نمود چرم میشود. یکم گوساله، دوم تایلق، سوم بوقا. چرمای من از هم از اون اپا. این سمکه خبیدگی چرم خمیلون اپا. خمیلونی خیلی میشود در پیش میسی نمیبینی که امو رنگش دیگه میکنه. این رنگش کبود بود شما را دید سرخ شد. انا باز دیگه خیلی دیگه بیسته ساوز میشود. لبوی خیلی میشود اپا جون. های بسیار تعریف کردی. این صدقه همه خریکلامم شویه.
سمکدا بیو سمکدا بیو سمکدا بیو که در میکنی دختر اپا آفرین شوکت تو هم آدم میشدی سلام علیکم نزدی تیجی برچکه آفرین در حقیقت هم در کاری سودا بوده ای تو اکو مرا پرورکه اومدی ها چی خیل سنجیش همین گذشته ای سودا بودم گفتم یک خبر گیرم یا چوی میزنی چی خیل چون شوکت از پول دیگر کس نخور این چی خیلی گپه من مهنت کردیستم برادر میگم یک تا به زهرا هدیه گیرم اما لبویتش برای تو اجازه تا بگی ای پوستی کلاس هم داره میگیری کلاس اوه چی شد این همیان خیلی زیبا بود اصلا با فکرم ینگه دا مخول نمیشه این فالشیوی گفتن نمیگیره چی خیر مخول نمیشه ای پسر این اوریجینال است حتی مارکه دارد بیامو تو چی به من یاد میدهی مگر من نمیدانم که کدامش ساخته است و کدامش اوریجینال است در حقیقت اوریجینال است این را از کجا یافتی ها کومرا بربینا اوریجینال پرگینال نیست اینا رو خود متیار میکنه میگی رنگ اوریجینال ها این اوریجینال است میگویم دیوانه ای کجا میدونم مخی معقول شده باشه بگی بر با ینگه میشه از راستی من این رو به زهرا هدیه کنم من در توی دیگه طوفان نمیگیرم این میره بگی بر این به او معقول میشده باشه بگی سوزه میشه تشکر برادر خیر تا بازدید گب نیست ینگه را ایتانی من سلام رسون ینگه گفته نیست مرا دیوانه نکن ینگه را بین ینگه را خیر به تو براری کن خمیله برا بگه میام خیر تا بازدید حد مود صدقه سمکدا بیو سمکه های ارزون در اینجا بود اوریجینال ارزون خرید بپول سمکدا بیو برادر که تو پیش نکنه برادر یک تک تگیره برادر ما سمکچه خردکک جستجو داریم سمکچه مایده این حوض یکه انا که دو تا یافتم اوریجینال سمکای زور کجای تازه خمیلونه در دست بگی بگرد لوبوی عروس ادمود میشود اکا اینش نمیشود شما چه خریدار کره براتان با خدا قسم میخورم که در اینجا بود این رو بمونه به سردار میفهمونی گوش کن برادر در زیر این سمکه یک سمکشه سفید نبود ها اکا من از کجا میدونم همین قبول دارم مرحمت بینی پلیس رو بگوزیم سمکدا بیو ارزون کدم سمکدا بیو بیا کماندیر رخصت نامه رو برام چی من ضرورم هم کماندیر برادر رخصت نامه سودا رو برام ها رخصت نامه کماندیر این توچکه من نیست ایا جورا ما این روز کم درش نبرم من برام باجور خودش در کجاست کماندیر من نمیدونم او در کجاست کسل اوخی مرا گفت که باجام برام ما هم گفتم دارم کریز زیادوس کار کنیم اوخی برادر این حال رخصت نامه داری یا نه کماندیر اینم حوض یگان رخصت نامه ندارم اینم بگی یگان سمکچه بگی برات تو هم زندگی تا بینوخی با ما رشوه میگویی اینجا را جمع کنید بچه‌ها رشوه هم رخصت نامه ندارد هم رشوه پیشنهاد میکنند اینجا را جمع میکنید ای کماندیر خیلی تو نادرست فهمیدی من رشوه نه پدرکه کردن او چی جمع میکنه اینجا را یعنی بچه‌ها جمع کنید اینو جمع کردید اکنون چیکار میکنه چیکار میکنه از کافویش میره دیگر چاره نداری ای خیلی نکنه مورم که یا برنامه حلال بخوریم وای دومولا خوب هستی؟ سعید جان کارم بسیار است با تو سر و کار بیفته نمیتوانم بیا پینالتی بزنیم اگر باید دیدی سمکچه تا میگیرم همیان را؟ بله تو این همیان را چیکار میکنی؟ بسیار قیمت به تو اگر باید بتی با فایده من میشم یا خدایا توبه اگر من غالب شوم تو چی میدهی؟ دیگه تو را هم نمیتم میشوم خدا شرطی زیرو اما این همیان هدیه است به تو داده نمیتوانم مایلش دوملو زود غمگین نشو بیا بازی میکنیم نترسم که چه تا نمیگیرم اگر باید بتی یه تشکیلی زور میکنیم ای خدایا توبه این تشکیلی گفته بیزارم کرکو مایلش اما گوش کن 5 تا زیاد است 3 تایی میزنیم مایلش مایل گپ نیست اول تو سر میکنی اختجار که چیکو تو قش نشو این کار بین ما و دوملو به دروازه گذر تو با کی سبقت میکنی ها؟ تو برو پارتا سعید جان گوش کن از اول میگویم گریه نمیکنی تیار هستی؟ سعید جان پدر و مادرت آمدن کن تو اونها را اهمیت دادی دوام ته چه خیلی اهمیت دادی همه تو چه خیلی کودک هستی آخه چی ترسیدی بیا بازی کنیم گلی سعید جان اینجا چیکار میکنند من از کجا دونم چیکار میکند از او پرس بین
با دروازه گذاشته گل خورده ایستاده است. از پشت تو شده گل خورد. با من چه علاقه داره؟ من به او گفتم که با دروازه گذاشته گل خورده شین. اوه کودک بیچاره من باید تحصیل کرده دکتر میشد اما اینجا آمده گل خورد. سفسطه نگوی گلی، این چه علاقه دارد؟ چه علاقه دارد؟ آخر فوتبال بازی کردنش و دکتر شدنش مانع نیست کو. انا احمد چکر رو بین، او هم دکتر است. اول اینکه احمد چکر فوتبال باز نیست، راوی ورزش است. تو این روز کجا میدونی گلی؟ چه من از کجا میدونستم؟ دائما در تلویزیون به هنگام بازی داد میزند. از آنی که دیگرها رو اهمیت دهی نمیشد که پسر خودت را نگاه بین کنی. در اصل این کاری تو نمیبینی کودک از مکتب گریخته اینجا تو بازی دارد. سعید جان خیر بچه، چرا تو در وقت درس اومده اینجا تو بازی میکنی ها؟ پدر معلمون امروز نیومد، درس نشد. وای خانم گلی جواب را بین، معلمش نیامده است. ای خیری مگر ما امروز به مکتب نرفتیم؟ بله رفتیم. چی شده است؟ چی شده است؟ بله گلی چی شده است؟ من از تو میپرسم. آموزگار به ما چی گفت؟ چی گفت گلی؟ چی گفت؟ از تو میپرسم گلی چی گفت؟ امروز به مکتب سعید نآمد گفت. ای نآمده باشد چی شده است؟ چی میشد عزیزم؟ معلوم میشود که امروز سعید جان به مکتب نرفته است. خوبو اما سعید جان هم میگوید که امروز آموزگار به مکتب نآمده است. تو به این چی میگویی گلی؟ خیری لبای اگر آموزگار در مکتب نمیبود او را دیده نمیتوانستیم. دیده میتوانستیم؟ دیده نمیتوانستیم. دیده نمیتوانستیم. دیده نمیتوانستیم. سعید جان خیر بچه پسرم، ما به مکتب رفته با معلمت واخوردیم. پس ما چه خیل با معلمت واخوردیم؟ انا بید مادرت هم همین خیل گفته ایستاده است. آقا جان معذرت میخوام، دخالت کردن نمیخواستم. عجبا بعدی از مکتب رفتن سعید جان معلم مکتب نرفته باشد میگویم. تو در گپ نسته داملو. بین گلی دوملو چی میگوید؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. به خدا من این رو نمیدونم خیری، لیکن این دوملو روحی زن رو میدوند. به خدا این چه علاقه دارد گلی؟ چه علاقه دارد؟ خدایا توبه، آخر معلم سعید جان مرد است، زن نیست کو. ای خیری این رو نمیدونم. بازی باگی اون سومکچه‌ای در دستش بودن دیگر. خدایا توبه. آقای دوملو بخیر است انشالله. این سومکچه در دستت بوده از زنانه نیست مگر؟ بله آقا جان من امروز آیله دار میشوم. بین با خدا داملایت دهانه میگه که روز توی داری. سعید جان من کار دارم، با تو سر و کار گرفته نمیتوانم. روزهای خوش. روزهای خوش آقای دامولا، روزهای خوش ببین. گلی باز گشته به من روحی زن پوهی زن میگویی. چه علاقه دارد؟ دامولا آیله دار میشده است، از همان سبب سومکچه زنانه گرفته است. مایلش خیری من مگر زن نیستم که ذوق ندارم. یعنی من مگر زنی با ذوق نیستم. تو چرا به من سومکچه نمیخری خیری؟ خدایا توبه، گویا که هیچ وقت سومکچه نگرفتم، مگر در وقتهای پیش سومکچه نگرفتم بودم. من از تو من رفتم. این را نفهمیدم، آن را نفهمیدم. البته تو من را نفهمیدم. خدایا توبه نفهمیدم. دیگر با تو صحبت نمی‌کنم. من تو نستم. یک سومکچه بودم. دان زده ایستاده. من تو را نفهمیدم. های ابله‌های نابکار، چخیل از دست دادید. اگر اون سومکه را نیابید، اگر اون سومکه را نیابید شما را زنده و زنده گور میکنم. اون سومکه را میابید. مایلش سردور. خانم زهرا مرحمت برای شما گرفتم. این چی است مولا؟ همیان برای شما گرفتم. بسیار خوب فکر کردید. ای بسیار زیبا بود است. با من جوزدان بسیار معقول است. رحمتی تعالی. حقیقت معقول شد. البته که معقول شد. مانند جوزدان عروسی در نکاح استفاده میکنم. رحمتی تعالی. خیر شما نکاح کنی ساخته را یافته توانستید؟ البته که یافتم. یک دوست سلین ما را نکاحی رسمی میکنه. شما مسئله داملای ساخته رو حل کردید؟ یافتم. انا در رو برایتان ایستاده است. نه حالا آن کار را حل کرده نتوانستم. داملو این رو هر چیز زودتر حل کردن ملازم. میفهمیده؟ میدانم خانم زهرا. حل بکنیم کوبینیم. لبای شوکت چی شد؟ چی؟ مایلش میایم.
چی شد دامولو بخیر است؟ هیچ چیز نیست عادت هم میکردم با اجازت شما من باید روم بار دیگر به شما تشکر زیاد تا باز دید باز تو را آزاد کردند البته سر میدیم توشکای ما نباشه آخی چیکار میکنن یه بار گفتیم اگه نان حلال خوریم بی چیکار کنن پسرم صاحب آنجا تو را گفت که اینجا را نگاه کن نگفت که به پلیس رشوه بده ای کلاس خیلی رشوه اخلا تو هم میگه پنگو تنها من گفتم که بیا یگون تاج محل باشه گیرین او کماندیر مرا نیتو فهمید و همه را گرفت جمع کرد نخوادم گناه باشه های باز گناه هست میگویه یا خدایا توبه این عجیب بوده ایکو نه برادر نه با فکرم با پیش من پیشک سیاه گذشته ای مرا یک کفصوف نمیکنی شوکت و تو که یک خانده کفصوف میکنم میلش لیکن باز دیوانه تر نشوی کراگر برادر خید نکرده یا دقیقه ایستو یگان حرکتی ناجور نکن ما رو پای برده ایستودم یعنی چی خیل؟ کی؟ نمیدونم نفهمیدم در کجا؟ او در خفا ما ایستودگیان که با فکرم که او انا اون شپ و شپید پلوشونه گرفتیم هول خوردیم که میشود آخر همه چیز به سر ما میآید هموان میگی؟ بله در اینجا راحت هستیم در نزدیک شبه هیچ کار کردن نمیتواند اکو چی کار میکنیم؟ گوش کن بعدی سه گفتن تو آن طرف و من این طرف فهمیدی؟ بله زیر هول خورده حواسشان میکنی رب بخیر